ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی کنم سخن باز. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان گرامی قدر، امروز هم خواستم بحر شما در بابت ایمان، فضیلت ایمان به شما سخن کنم، زیرا که ایمان هم یک نعمت بزرگی است عزیزان دل. ای را هیچ وقت فراموش نکنید و از همه شما خواهش دارم که این نوار را به یار و دوستان خود بفرستید تا که در ثواب ما شریک باشیم. از الله متعال خواهان هستم که الله متعال این سخنهای ما را خالی از ریا بگرداند. پیامبر گرامی اسلام در بابت فضیلت ایمان می فرماید: ان الله تعالی یعطی المال من یحب و من لا یحب. بدرسه که الله متعال این مال دنیا را به کسی که دوستم بداره و کسی که دوستم نداره میدهه، عطا میکنه. یک نظر کنیم، امروز ما الحمدلله اکثر مسلمان نگاه میکنی فقیر است، نیکی غیر دین را نگاه میکنی در بهترین نعمت الله استفاده برده است. به همین خاطر این حدیث پیامبر من شما را یک تعلیم میدهد که الله متعال این دنیا در نزد الله قدر قیمت که ندارد، این مال دنیا را الله به کسی که دوست هم بداره و دوست هم نداره میدهد، یعنی هم به مسلمان میدهد و هم به کافر، فرق نداره. و یعطی الایمان من یحب، لیکن ایمان به کسی که دوست بداره الله بهر او میدهد. الله هر بنده را که عزیز بدونه، هر بنده را که محبوب خود بدونه، بهر او ایمان میدهد. وقتی که عزیزان دل الله متعال من تو را دوست داشته است، این ایمان بهر من تو داده است، این را قدرش باید بدونیم. باید به این ایمان داشتگی خود پیش الله شکر کنیم که الله متعال من تو را مسلمان گردانیده است. از الله متعال همیشه سپاسگزار باشیم که الله متعال من تو را مسلمان گردانیده است. شکر کنیم که الله متعال من شما را بت پرست نگردانیده است، مثلا دیگر دینهای باطله نگردانیده است. به همین خاطر این ایمان که چیزی نعمتی بزرگی هست که الله بر ما داده است، وقتی ما قدر این ایمان ندانیم، این ایمان پایمال کنیم، عذاب دردناک در نزد الله من تو را منتظر است. به خاطر چیز قیمته که الله وقتی که داد، تو وقتی ناسپاسی که کردی، اون ایمان قدرش که ندونستی، عذاب الله منتظر میشه. یک فضیلت ایمان اگر نظر کنیم، نگاه که پیامبر گرامی اسلام رحمت للعالمین بود، همیشه چشمش پر از آب بود برای امتش، لیکن عمک خود را هم قضاره کرد که یک کلمه لا اله الا الله بگو. عمک خودشه، لیکن همو را گفتن نتونست عمک خودش. نگاه که به همین خاطر مولای میگه اسود از توحید احمر می شود، خیش فاروق و ابوذر می شود. نگاه که بلال رضی الله عنه یک غلام بود، لیکن وقتی مسلمان کشید از بری بالا پیامبر او را گذردون. نه که عمک خودش که همه پیامبر دفاع کردگی بود، پیامبر دوست می داشت، ایمان نیاورد. یا حضرت نوح علیه السلام نظر کنیم، بچهش همین قضاره کد ایمان بیار تا که نجات میوی، ایمان نیاورد. یا زن لوط علیه السلام نظر کنیم، یا پدر حضرت ابراهیم علیه السلام نظر کنیم که خلیل خدا بود، لیکن از ایمان خداوند محرومش کرد. به همین خاطر عزیزان دل، وقتی که الله متعال این ایمان به ما و تو که داد، ما وقتی ناسپاسی کردیم، ایرا الله وقتی که گرفت میگه هیچ کس به داد ما نمیرسه. در یک آیه کریمه الله متعال گفت ای محمد صلی الله علیه وسلم، تو هر کسی را که دوست بداری، تو او را نمیتونی هدایت کنی مگر که الله بخواه. یا که الله با غفلت من تو را گرفتار کرد، دیگر هیچ کس به داد من تو نمیرسه عزیزان دل. به همین خاطر الله متعال این ایمان که بر من تو داده است، هر نماز شکرانه کنیم. خدا رحمت کنه، دوستای خدا میگویند زن و نعمت دنیا همه نعمتی بزرگ است، نیکی بهترین نعمت از زن و فرزند از همه بالا این ایمان است. همیشه طلب کنیم از الله متعال که ایمان من تو را قوی بگردانه.
خدا رحمتش کنه محمد اقبال میگه مسلمان زیستن تو کی بکار است، مسلمان رفتن جان اعتبار است. آیا ما به ایمان میریم یا نمیریم ایره الله خودش میدونه. به همین خاطر دعا کنیم همیشه که الله متعال من و تو را از این دنیا به ایمان رفتن موفق گرداند. آمین.